پهلوان جمهوری قزاقستان با خلعت سفید است. این ورزشگر 26 سال دارد، صاحب 2442 امتیاز و 3 زینه در رده‌بندی بهترین ها از خواجه‌زاده بهروز بالاتر است در مقام 19ام. در اوساکا در مسابقه گرند اسلم سال 2018 نوامبر برای مدال برنجی پهلوان قزاقستانی مبارزه برد اما ناکام شد. دستفشاری های هر دو هم موافق مطلب نیست که این رو هم داور مجازات میکند به شیدو. خواجه‌زاده بهروز در روند عملهای خیش هم در مقابل دیگر پهلوانانی که در مبارزه پهلوانی بریتانیای کبیر هم یک جسارت خوب نشان داد و ورزشگری روسیه را هم در وقت اضافه با همان امتیاز طلایی و خیلی هم سزاواری که بود شکست داد. 2 غلبه داشت و در دور اول آزاد بود. این سیومین نیروسنجی خواجه‌زاده بهروز است و اگر چنین حساب کنیم دوری 4م است. و اسماگولوف هم در دوری اول آزاد بود. در رقابت دیگر در دوری دوم خو این نماینده جمهوری مردمی چین را شکست داد. بعدا هم شاکا پهلوان بلاروس در قوه و نیروی ورزشگری خلعت سفید داشته تاب آوردن نتوانست، مغلوب شد و با همین ترتیب اسماگولوف صاحب 2 غلبه و در یک دور آزاد بود و بر رقابت 4 نهایی راه یافت. با همین ترتیب هر دو پهلوانی در میدان بوده نتیجه دلخواه را در زیرگروه بی به دست آوردند. خواجه‌زاده اینجا هم جرأت کرد، توجه میکند به سمتی که بیشتر برایش مفید است. حالا برای عملی کردن یک هدف خواجه‌زاده بهروز اینجا هم باید بسیار زیرکی خود را هم از دست ندهد. حالتی که باز برای بوغی کردن اما در ادامه نیروسنجی این لحظه هم اونقدر خوب نبود. داور به همین خاطر اشتباه خواجه‌زاده را مجازات کرد به شیدو. از خاطر فراموش نسازد خواجه‌زاده باید که در وقتی باقی مانده جدی‌تر عمل کند، محض به خاطر عملی کردن اصولهای خاصی خود، اما باز هم به خطاگی راه ندهد. خواجه‌زاده این مراتب هم اسماگولوف را در یک فرصتی که اندکی نزدیکتر لازم واقعا این وزاری بود و دویمین و بعد چنگالی شیر مردی تاجیک افتید. این اکنون ایپان است واقعا هم در این لحظه حساس، در حالتی که خیلی و خیلی جالب بود وزاری و در نهایت هم از چنگالی قوی این تهمتنی تاجیک دیگر اسماگولوف نتوانست که رها یابد. با همین ترتیب دقیقه آخرین رو هم خواجه‌زاده بهروز خیلی خوب با موفقانه پس سر کرد و اسماگولوف اکنون راه مبارزه را برای مدال برنجی در سبقت تسلا بخش ادامه خواهد داد. اما خواجه‌زاده بهروز باشد در مرحله نیمه نهایی با پهلوان شهرتیار شویتزیا ماکیاس تومی نیرو میسنجد که واقعا غلبه سزاوار بود.